سلام دوستان، به مسیر میانبر خوش اومدیم. اینجا قراره کنار هم خودمون رو بیشتر بشناسیم و یاد بگیریم که حال بهتری داشته باشیم. منم با شما هم مسیرم و در حال یادگیری. امروز میخوایم درباره یه آدم خیلی خاص صحبت بکنیم. کسی که شاید اسمش رو شنیده باشیم یا کتاباش رو خونده باشید و سخنرانی‌هاش رو دیده باشید. روپرت اسپایرا. میخوایم بدونیم این آدم کیه، چه مسیری رو طی کرده و اصلا چرا انقدر طرفدار داره. مهمتر از همه میخوایم بفهمیم اصلا حرفاش به درد زندگی ما میخوره یا نه. با من همراه باشید تا عمیق‌تر وارد این موضوع بشیم. روپرت اسپایرا یه فیلسوف مدرن، معلم معنوی و نویسنده است که توی چیزی که بهش میگن غیر دوگانه گرایی خیلی کار کرده. حالا این موضوع چیه؟ ساده بگم، این دیدگاه میگه که همه چیز توی دنیا یکیه. ما فکر میکنیم که جدا از بقیه هستیم، ولی واقعیت اینه که یه چیز واحد پشت همه چیزه. روپرت این ایده ها رو از ادیان شرقی مثل هندویسم و بودیسم یاد گرفته. ولی نکته جالب اینه که حرفاش خیلی علمی و منطقی هم هست. برای همین آدمای زیادی از هر دینی یا حتی کسایی که هیچ اعتقاد خاصی ندارن جذب حرفاش میشن. خیلی جالبه بدونید که روپرت اول اصلا معلم معنوی نبوده. اون کارش رو به عنوان یه هنرمند سرامیک ساز شروع کرده، یعنی یکی از بهترین های این حوزه هم بوده. نمایشگاه‌های زیادی هم برگزار کرده. ولی از یه جایی به بعد یه خلأ توی زندگیش حس میکنه. اون میگه این چیزایی که دارم انجام میدم خوبن، ولی حس میکنم یه چیزی توی زندگی گم شده. اینجاست که وارد مسیر معنوی میشه. اول کتابای زیادی میخونه، از فیلسوفا گرفته تا عرفای شرقی. بعد شروع میکنه به ملاقات با معلمای مختلف. یکی از معلمای اصلیش به روپرت کمک میکنه که بفهمه همه این سوالها و شک‌هاش یه جواب ساده دارن. تو خودآگاهی هستی. حالا برسیم به اصل مطلب. روپرت چی میگه؟ اون میگه ما همیشه فکر میکنیم که این بدن، فکرها یا احساساتمون هستیم. ولی واقعیت اینه که اون چیزی که ما واقعا هستیم یه چیز خیلی عمیق‌تره. آگاهی خالص. برای اینکه ساده تر بفهمیم یه مثال میزنه. تصور کن تو داری یه فیلم نگاه میکنی. فیلم ممکنه اکشن باشه، ترسناک باشه یا حتی عاشقانه آروم. ولی چیزی که توی کل فیلم تغییر نمیکنه چیه؟ پرده سینما. اون پرده همیشه ثابت میمونه. حتی اگه 1000 تا داستان مختلف روی اون پخش بشه. حالا روپرت میگه زندگی ما هم همینطوره. پرده سینما همون آگاهیه. فیلم ها همون فکرها، احساسات و اتفاقات زندگی مونن. وقتی بفهمیم که ما خودمون پرده ایم و نه فیلمی که داره پخش میشه، یه جور حس آرامش عمیق پیدا میکنیم. حالا چرا اصلا این موضوع مهمه؟ بیاید با هم بهش فکر کنیم. چرا این حرفا میتونن توی زندگی روزمره ما مهم باشن؟ خیلی وقتا ما توی مشکلات زندگی گم میشیم. استرس کار، نگرانی‌های مالی، روابط پیچیده یا حتی ترس از آینده. هممون اینا رو تجربه کردیم. درسته؟ حالا تصور کن اگر بفهمی این مشکلات فقط یه بخش کوچیک از کل زندگیت هستن و اونی که تو واقعا هستی اصلاً تحت تاثیر اینا قرار نمیگیره. اون وقت چه حسی بهت دست میده؟ روپرت میگه وقتی بفهمی تو همون آگاهی خالصی، دیگه مشکلات نمیتونن مثل قبل رو تاثیر بذارن. نه اینکه مشکلات از بین برن، ولی تو یه جور فاصله ازشون پیدا میکنی. مثل اینکه یه قدم عقب بری و به جای اینکه تو دل مشکل باشی، از بیرون تماشاش کنی. یکی از چیزای خیلی جالب درباره آموزش‌های اسپایرا اینه که خیلی عملی و ساده‌ان. نمیگه باید سالها مدیتیشن کنی یا بری توی یه غار زندگی کنی. چند تا تمرین ساده داره که میتونی همین الان امتحان کنی. اولیش آگاهی از فکرهاست. چشم‌هات رو ببند و به فکرهات نگاه کن. مثلا ممکنه فکر کنی امروز خیلی کار دارم یا فلانی ازم ناراحته. فقط تماشا کن.
سعی نکن فکراتو کنترل کنی. کم کم میفهمی که تو خود این فکرها نیستی، بلکه کسی هستی که داره اونا رو تماشا میکنه. دومی، آگاهی از احساساته. وقتی یه احساس قوی مثل استرس یا عصبانیت داری، به جای اینکه ازش فرار کنی، ببین دقیقاً کجا توی بدنت حسش میکنی. مثلا ممکنه توی قفسه سینه‌ات باشه یا شکم. فقط نگاه کن بدون اینکه قضاوت کنی. این باعث میشه اون احساس قدرتش رو از دست بده. سوم این که سکوت رو حس کن. یه لحظه ساکت بشین و گوش بده. حتی اگه صداهای اطرافت باشن، اون فضای سکوت پشت صداها رو سعی کن که حس کنی. اون سکوت همون آگاهیه که همیشه و همیشه هست. علت اینکه مردم جذب اسپایرا میشن اینه که حرفاش اصلا پیچیده نیست. نیاز نیست فیلسوف باشی تا بفهمی چی میگه. اون با یه زبان خیلی ساده چیزی رو توضیح میده که هممون یه جورایی توی ناخودآگاهمون حسش میکنیم. مثلا کی تا حالا به این فکر نکرده که من واقعا کی هستم؟ یا چرا انقدر تو زندگی استرس دارم؟ آدمایی که حرفاشو دنبال میکنن میگن وقتی حرفای اسپایرا رو شنیدیم انگار یه چیزی توی وجودمون آروم شد. فهمیدیم که اون چیزی که همیشه دنبالش میگشتیم اصلا تو وجود خودمون بوده، وجود داشته. زندگی پر از اتفاقات مختلفه. روزای خوب، روزای بد، موفقیت، شکست. ولی چیزی که روپرت اسپایرا داره بهمون یاد میده اینه که ما چیزی فراتر از همه اینا هستیم. ما آگاهی خالصیم. و وقتی این رو بفهمیم همه چیز تو زندگی یه جور دیگه به نظر میرسه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و یه تلنگر براتون بوده باشه. اگه حس کردید این حرف جذابه، پیشنهاد میکنم سخنرانی‌های روپرت رو حتما گوش بدید یا کتاباشو بخونید. شاید شما هم مثل خیلی‌ها یه تغییر بزرگ توی زندگیتون حس کنید. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا قسمت بعدی مراقب خودتون و آگاهیتون باشید. نور بهتون. خیلی ممنونم.